سلام دوستان عزیز پارسلو، شروع میکنیم کتابمون رو با صفحه 8 فصل اول صفحه 8. بالای صفحه رو ببینید نوشته پوزدراویتی یعنی این که با کسی سلام و احوال پرسی کردن. خیلی خب، پس پوزدراوی. حالا ما میخوایم ببینیم که چه نوع در واقع جملاتی رو برای سلام علیک کردن با مردم میتونیم به کار ببریم. اولیش هست، اون خانم از سمت چپ میخونم. دوبرو یوترو آرتورو. صبح بخیر آرتورو. دوبرو یوترو آنا. خیلی خب، پس آرتورو و آنا همدیگر رو دیدن. ظاهرا آرتورو هم یک کمی خانم آنا رو دوست داره، یه قلب کوچولو هم اونجا هست و حالا به همدیگه فعلا دارن میگن صبح بخیر. دوبرو یوترو، صبح بخیر. حتی اگه شما میرین دانشگاه صبح کلاستون 8 صبح شروع میشه میگین دوبرو یوترو دیگه. خب حالا بعد توی مثلا فرض کنید بار دانشگاهشونن، بعد این آرتورو میگه که دوبردان آنا، اونم میگه دوبردان آرتورو. خیلی خب، پس با هم دیگه میگن روز شما بخیر. در طول روز هم دیگه رو دیدن و حالا غروب دیگه دارن برمیگردن خونه. اون میگه دوبروچر آنا، اونم میگه که سپتی آرتورو دوبروچر. خیلی خوب، دوبروچر یعنی عصر بخیر. وچر وقتی که دیگه کمی نزدیک تاریک بشه، خیلی هم عصر غروبه. و اینجا بهش میگه که سپت یعنی دوباره. میگه دوباره تو چند بار امروز تو رو دیدم؟ دوباره تو آرتورو دوبروچر. خیلی خوب. بعد بریم به قسمت پایین. کای ریچمو پووژیته. پووژیتی یعنی به هم دیگه مچ کردن. خیلی خوب. کای ریچمو ببخشید کدای ریچمو، ما چی میگیم؟ کای ریچمو چی میگیم؟ کدای ریچمو چه موقع چه چیزی رو میگیم؟ چه موقع میگیم دوبرو یوترو؟ حالا شما باید از بین این ساعت ها پیدا کنین. خب چه وقت میگیم دوبرو یوترو؟ 7 صبح، 8 صبح. چه وقت میگیم دوبردان؟ 9 صبح دیگه، که مثلا 10 صبح، 11 صبح دیگه، که 12، 1، 2 هنوز دوبروچر. مثلا ساعت 7، ساعت 8، ساعت 9 در واقع شب همینو میگیم. اعداد رو هم بهتون در واقع درس دادم. ساعت رو هم یه ویدیو جدا براش درست خواهم کرد، مبحثیست زیاد. خیلی خوب، پس کدای ریچمو دوبرو یوترو. خیلی خوب، پس من میتونم بگم که مثلا اود سدمی از یوترای، اود سدمی دو نپریمر میز مثلا دو کی بگیم مثلا دبیتی. اینو میگیم. حالا کی میگیم دوبردان رو هم مثلا بگیم که از دبیتی و دبیتی دو مثلا 16. این اعداد رو هم اینجا، ساعت رو هم اینجا بدونید که معمولا به شکل کامل میگن. ما تو ایران میگیم هفته مثلا غروب، هفته بعد از هفته عصر، مثلا 4 عصر، 6 صبح. اینجا به شکل مثلا 16 دویت اینجوری میگن. خب بریم بعدی هم اینه که کی میگیم دوبروچر. مثلا بگیم که اود دویت نایستی مثلا دو od 17 do 19. اینا هم بگیم که مثلا دو 19 رو هم بگیم که مثلا وچر. خیلی خب، پس این دوبرو یوترو، دوبردان، دوبروچر. حالا شب شد میخوایم بخوابیم. خب بگیم که اوب مثلا ارنایستی دوینتریدسیتی. حالا خب مثلا در اینجا میگم چی؟ لاهکنوچ. لاهکنوچ یعنی شب بخیر. خیلی خب، لاهکنوچ یعنی شب بخیر. پس این شد دوبرو یوترو. این یکی شدش دوبردان. اینم که شدش دوبروچر. اونم که
وچر و این هم از این. خیلی پس دوبرو یوترو دوبردان دوبر وچر و لاخکناج. خیلی خوب. بعد بریم سراغ پوکلیتسی، یعنی شغل ها. پوکلیتس شغل هست، پوکلیتسی جمعش شغل ها. توی اون قسمت زرد رنگ نوشته توی یه ایز پوکلیتسویه، مثلا توی آنا یه ایز اسلوونیه، اهل اسلوونیا است. پوکلیتسویه مثلا انژینیر مهندسه. حالا این متن ها رو بخونید، به عکس ها بس کنید. خب تو عکس اول معلمه، پس میشه چی؟ اوچیتلیتسا. عکس دوم حالا یه نفر داره درس میکنه، استودنت. بعد توی عکس بعدی آقای پیش خدمت ناتاکار. بعد یه خانومی هستش که اینجا لاره با کامپیوتر کار میکنه، ما نمیدونیم شغلش چیه فعلا. و یک در واقع خانم دیگه که آرایشگری که فریزرکا هست. پس بخونیم اینا چیه؟ توی تومی از هرواشکه یه استودنت. پس خودش وصل کرده که این تومی از کرواسیه و در واقع این چی هستش؟ دانشجوه. استودنت هم بچه دانشجوه، تو دانشجویی که توی دانشگاه هستش. توی میهایلا از اسلوونیا پوکلیتسوی اوچیتلیتسا. خب این هم که خانم معلم هست میشه عکس یک. توی کاتارینا از هرواشکه پوکلیتسوی پروایالکا. پروایالکا مترجمه، پس میشه اون عکس چهارمیه. بعد خانمی که با کامپیوتر. خب رومانا یه ایز اسلوونیه پوکلیتسوی فریزرکا، خانم آرایشگرم که پیدا شد خانم روماناست. و گیورگ یه ایز آوستریه پوکلیتسوی ناتاکار. خب این آقا هم که پیدا شد که در واقع پیش خدمته. مرسی. بعد می صفحه 9.